سلام، روز زیباتون بخیر. من اومدم تا امروز با هم دیگه این آبگوشت خوشمزه رو درست کنیم و مراحلش رو با هم جلو بریم. 2 عدد پیاز متوسط رو با رنده ریز رنده میکنم. گوشت احتیاج داریم که من ترجیحاً گوشت گوسفندی استفاده میکنم چون طعم خیلی عالی داره. ادویه‌هایی که در تصویر می‌بینید: نمک، فلفل سیاه، جوز هندی، زردچوبه، چند پرک لیمو، برگ بو و 1 قاشق غذاخوری رب و نخودی که از شب قبل خیس کردیم و نفخشو گرفتیم. سیب زمینی هم حتما می‌خوایم. میریم روی اجاق گاز. حالا پیازامون رو با مقداری روغن تفت میدیم تا یکم طلایی رنگ بشن و سبک بشن. وقتی دیدیم که پیازامون طلایی شد، گوشت رو بهش اضافه می‌کنیم. گوشتامون رو با پیاز تفت میدیم تا مقداری روی سطح گوشتامون طلایی رنگ بشه. عزیزان دل، من میدونم شما همتون بهترین آشپزا هستین و بهترین دستورها رو بلدین، اما من این برنامه رو دارم ضبط میکنم برای اون دسته از عزیزانی که دختر خانومایی که تازه ازدواج کردن و یا تازه دارن آشپزی رو شروع میکنن و یا اون آقایونی که تنها زندگی میکنند و همسری ندارن که براشون غذا بپزه. اینم یک جور مدل و یک دستوری هست که من فکر میکنم بهتر از بقیه دستور هست. خب گوشتمون رو همونطور که میبینید دارم سرخ میکنم. نمک و ادویه هامون رو بهش اضافه میکنیم. اصلا نترسید، نمک باعث نمیشه که گوشتتون سفت بشه و نپزه. باید ما نمک رو اول کار به گوشتمون بزنیم تا گوشت قشنگ طعم نمک رو به خودش بکشه. گوشتمون رو همچنان دارم تفت میدم، زیر رو میکنم، این طرفش اون طرفش همشون سرخ بشه. صبر و حوصله داشته باشید، از کنار اجاقتون دور نشین که هر لحظه ممکنه بسوزه. یک آبگوشت لذیذ و خوشمزه توی یک آخر هفته ظهر تابستون خیلی میچسبه. حتما درست کنید. خب حالا نوبت رب رو ریختم. رب رو سرخ میکنیم. رب وقتی خام یک طعم ترش و زننده‌ای داره، اما وقتی با روغن سرخ میشه هم رنگش باز میشه و هم اون طعم ترشیش گرفته میشه و خیلی بهتره به نظر من. رب رو هیچ موقع به صورت خام داخل غذاتون نریزید، همیشه سرخ کنید تا اون رب هم رنگ خودش رو باز کنه و هم ترشیش ازش گرفته بشه. خب حالا رب مهم داره کم کم آماده میشه و من آب جوشی رو که از قبل آماده کردم رو به آبگوشتم اضافه میکنم. عزیزای دل، هیچ وقت به آبگوشتتون آب سرد اضافه نکنید. هیچ وقت. همیشه آب جوش کنار دستتون داشته باشید و هر موقع دیدین که آبگوشتتون کم شده آب جوش رو بهش اضافه کنید. اینم نخودامون که من ریختم توی غذا و حالا درش رو میبندیم و اجازه میدیم که این مواد 2 ساعت بجوشن و همه موادمون پخته بشن. اون سیاهی هم که دیدین روی آبگوشتمون بود لیمو بود. نترسین، وقتی که بجوشه، وقتی که بپزه کاملا داخل غذا حل میشه و دیده نمیشه. 2 ساعت گذشت و بعد از 2 ساعت من سیب زمینیامو به غذام اضافه میکنم و حالا در غذا رو میبندم و 1 ساعت دیگه بهش اجازه میدم که آهسته آهسته بپزه. آبش کم شده، مقداری آب بهش اضافه میکنم، مقداری آب جوش اضافه میکنم تا گوشت ها و سیب زمینی ها تا زیر آب بشن. در لحظات پایانی آبگوشتتون میتونید مزه کنید، بچشید طعم نمکش رو، فلفلش رو. اگه نمکش کم بود میتونید به دلخواه اضافه کنید. دیگه اون کاملا یک نظر شخصیه. مقدار نمک، فلفل سیاه و مرچ اگه دوست داشتین بندازین. تشکر.